سلام، امروز میخوایم در مورد زیبایی حرف بزنیم ولی از یه جای خیلی عجیب و غریب شروع میکنیم. منبعی که برای این بررسی انتخاب کردیم اولش شاید به نظرتون کاملا بی‌معنی بیاد. پس بیاید ببینیم قضیه چیه. خب این دقیقاً همون چیزیه که ما توی منبع اصلی پیدا کردیم. یه سری کلمه درهم برهم و نامفهوم. انگار یکی خواسته یه حرفی بزنه ولی هیچی جز یه مشت کلمه بی ربط ازش در نیومده. یه لحظه بهش فکر کنید، این اصلا چی میتونه باشه؟ حالا یه سوال، نکنه این پیام آشفته یه جور استعاره باشه؟ استعاره از چی؟ از تمام این سر و صداهای گیج کننده‌ای که دوربر دنیای زیبایی میشنویم. میدونید از تبلیغات تمام نشدنی گرفته تا مدهایی که میان و میرن و این همه نظرهای ضد و نقیص. شاید این آشفتگی دقیقاً صدای مکالمه امروزی ما در مورد زیباییه. خب بخش اول کلیدی در میان هیاهو، یعنی پیدا کردن وضوح توی این شلوغی. چون ببینید حتی وسط این همه آشفتگی یه پیام خیلی واضح و قوی منتظرمونه که کشفش کنیم. انگار مهمترین ایده ها همیشه پشت کلی سر و صدا قایم شدن. آره دقیقاً، پشت همین کلمه هایی که اولش هیچ معنایی نداشتن یه پیام خیلی روشن پنهان شده. پیامی که کل این بررسی رو شکل میده. آماده اید ببینیم چی بوده؟ و بله، اینجاست که همه چیز معنی پیدا میکنه. عنوان اصلی اون منبع این بوده: زیبایی بازتابی از درون توست. یهو انگار اون همه سر و صدای اولیه میره کنار و یه مفهوم عمیق و قشنگ میاد وسط. این لحظه کشف دقیقاً همون چیزیه که میخوایم در موردش حرف بزنیم. و جالبتر از همه چی میدونید چیه؟ این پیام عمیق از طرف یه برند لوازم آرایشی میاد، یعنی لودورا. شرکتی که کارش فروش محصول برای زیبایی ظاهریه، داره از زیبایی درونی حرف میزنه. این تضاد خودش یه سوال خیلی مهم رو پیش میکشه که الان بهش میرسیم. خب بریم سراغ بخش دوم، شکافتن مفهوم زیبایی درونی. یعنی این عبارت واقعا به چه معناست؟ بیاین یکم عمیق‌تر بشیم و ببینیم این ایده زیبایی درونی دقیقاً به چی اشاره داره. خب تعریفش اینه: زیبایی درونی یعنی اون ویژگی‌های شخصیتی، ذهنی و روحی یه نفر که ربطی به ظاهرش نداره ولی زیبا به حساب میاد. یعنی چیزهایی که توی آینه نمیبینیم ولی عمیقاً حسشون میکنیم و خیلی هم تاثیرگذارن. این تعریف نقطه شروع ماست. اینجا میتونیم این دوتا رو قشنگ کنار هم ببینیم. یه طرف ماجرا زیبایی بیرونیه، یعنی ظاهر، محصولات، ترندها و تمرکزش هم روی تایید گرفتن از بقیه است. اون طرف دیگه زیبایی درونی رو داریم که از شخصیت، مهربونی و اعتماد به نفس میاد و تمرکزش روی جوهر درونی ماست. حالا برای اینکه این مفهوم یکم از حالت انتزاعی در بیاد و ملموس‌تر بشه، بیایید به چند تا از ویژگیاش نگاه کنیم. مثلا همدلی، یعنی بتونیم حس و حال بقیه رو درک کنیم، یا تاب‌آوری، یعنی اون قدرتی که بعد از زمین خوردن دوباره بلند شیم. اصالت، یعنی خود واقعیمون باشیم. شفقت و اعتماد به نفس هم همینطور. اینا انگار آجر ساختمون زیبایی درونی ما هستن. خب بریم سراغ بخش بعدی، بازتاب برند. چرا یه شرکت آرایشی باید اصلاً به درون ما توجه کنه؟ این ما رو برمیگردونه به همون سوال اصلی. چرا شرکتی که کارش فروش رژ لب و کرم پودره باید بیاد روی چیزی تمرکز کنه که محصولاتش هیچ کاری براش نمیتونن بکنن؟ اینجاست که باید از خودمون بپرسیم آیا این یه فلسفه است یا یه استراتژی بازاریابی؟ یعنی این پیام واقعاً باور قلبی این برنده یا یه تاکتیک هوشمندانه برای اینکه بیشتر بفروشه؟ شاید هم هر دوش باشه، نه؟ این سوالیه که خوبه بهش فکر کنیم. واقعیت اینه که برندهای موفق امروزی دیگه فقط محصول نمیفروشن. اونا دارن یه سبک زندگی، یه سری ارزش و یه حس تعلق رو میفروشن. اگه به این نمودار نگاه کنید میبینید که بخش بزرگی از استراتژیشون روی سبک زندگی و ارزش‌ها و همینطور ساختن یه جامعه دور برندشون متمرکزه، نه فقط خود محصول. پس نکته اصلی اینه: وقتی یه برند میاد روی زیبایی درونی تمرکز میکنه، در واقع داره تلاش میکنه با هویت شما ارتباط بگیره، نه فقط با پوستتون. اینجوری یه وفاداری خیلی عمیق‌تر و با معنی‌تر شکل میگیره که خیلی فراتر از یه خرید ساده است. خب حالا بیایید تمرکز رو از برند برداریم و بیاریم روی خودمون. شما چه چیزی رو بازتاب میدید؟ این بخش میخواد این پیام رو به یه سوال شخصی برای تک تک ما تبدیل کنه. این حرفا برای من و شما چه معنی داره و چطوری میتونیم توی زندگی خودمون ازش استفاده کنیم؟
این پیام در واقع از ما میخواد که از اون هیاهوی اولیه‌ای که دیدیم، یعنی از اون همه سر و صدای توی زندگی خودمون رد بشیم. یعنی چی؟ یعنی از فشار جامعه، از استانداردهای غیر واقعی، از این همه پیام گیج کننده‌ای که هر روز در مورد زیبایی به خوردمون میدن بگذریم. و اینجا یه راهکار عملی و 3 مرحله‌ای برای خودمون داریم. قدم اول، اون هیاهو رو بشناسیم. یعنی ببینیم چه پیام‌های گیج کننده‌ای از بیرون در مورد زیبایی دریافت می‌کنیم. قدم دوم، پیام اصلی رو جدا کنیم. یعنی اون ارزش یا ایده‌ای که واقعاً با ما جور در میاد رو پیدا کنیم. و قدم سوم، تعریفش کنیم برای خودمون. یعنی تصمیم بگیریم که زیبایی واقعاً برای ما چه از درون و چه از بیرون چه معنی میده. یه تعریفی که بهمون قدرت بده، نه اینکه محدودمون کنه. و در آخر کل این بحث شما رو با یه سوال اساسی تنها میذاره. زیبایی چیزیه که میخرید یا چیزیه که هستید؟ یعنی زیبایی رو باید از بیرون بخریم و به خودمون اضافه کنیم یا چیزیه که همین الان درون ما وجود داره و فقط باید کشفش کنیم و نشونش بدیم؟ انتخاب با شماست.